سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از شهرهای زیبای آلمان، شهر برمن. این شهر سبزترین شهر آلمان است. دوستان عزیز، شهر برمن 567,000 نفر جمعیت دارد که 11مین شهر پرنفوس آلمان به شمار می آید. این شهر یک شهر بسیار زیبا و بسیار با پرنفوس و جمعیت بیشتر دارد. شهر بسیار زیبا و دلواز. مجسمه خوب است. یکی از کلیساهای زیبای داخل شهر برمن. Und danke auch an die Stadt und an diese wunderschöne Kulisse hier. Ich hab wirklich schön mit dir gestern. Und wenn du mich vergisst, ist das auch okay. Manchmal glaube ich, das wäre besser. Wenn wir tanzen. دوستان عزیز، صداشان شاید بستانه یک خواندن خیابانی است و آلمانی میخواند دیگه وقتی دست بزنن. Wenn du mich vergisst, ist das auch okay. Und manchmal glaube ich, das wäre viel besser so. Wenn wir uns verstehen und so verstehen, fuck, ich fühl mich trotzdem allein. بازم سلام مجدد دوستان عزیز. می‌خواستم که در مورد کلیسا صحبت کنیم. این کلیسای قدیمی، کلیسای برمن است که دو تا پهلوست که 1200 سال قدامت داره و قدیمی ترین کلیسای برمن است. و قبلا هم از دو مجسمه که فیلم گرفتم میخواستم در مورد مجسمه صحبت کنیم که بلندای مجسمه 5.5 متر و با دیوالش حدود 10 متر بلندای از این مجسمه است. و این مجسمه به خاطر نماد استقلال این شهر نشان میده که شهر برمن باشه. قدرت های کلیسایی و رونلاند در اساطیر اروپایی، شوالیه‌ای و وفاداری. به خاطر این مجسمه را اینجا ساختن که یاد بوده از این شهر تازه نگه داشته باشد. شما چند نماد از این کلیسا و از این جایی داشته باشین، بازم با همه باشیم.
شهر برمن شهر تاریخی و بسیار زیباست. نمادهای قشنگ و زیبا را ببینید که داخل شهر چقدر خوشگل ساخته. دریای زیبای برمن که اکثرا بندرهای تجاریش پیش است که همه موادایی که از یک کشور آمد اینجا کشتی های دو پیش لنگر میندازن و همه تجارت این شهر و دیگر شهرها از این شهر تجارت رونق داده. شهر بسیار دلباز و زیبا.